امروز ما یک کتاب می‌خوانیم و یک کتاب تماشا می‌کنیم. در زندگی هر کسی لحظه عجیبی وجود دارد که متوجه چیزی ناگفته می‌شود. اینکه بیش از حد اهمیت دادن رهن خاموش دنیای مدرن است. نه به این خاطر که اهمیت دادن اشتباه است، بلکه چون ما انرژی محدودمان را صرف همه چیز می‌کنیم. هر اعلان، هر مقایسه، هر نظر غریبه‌ها، هر استاندارد خیالی که هیچ کس از ما نخواسته به آن برسیم. این کتاب درباره انتخاب چیزهایی است که اهمیت دارند، با رها کردن چیزهایی که هرگز مهم نبودند. مارک منسن با یک ایده ساده شروع می‌کنه. اگر سعی کنی فوق‌العاده باشی، تضمین می‌کنی که احساس معمولی بودن خواهی کرد. چون هرچه بیشتر به دنبال خوشبختی بدوی، بیشتر نبودش را حس می‌کنی. هرچه بیشتر دنبال کمال باشی، بیشتر نقص‌هایت را می‌بینی. هرچه بیشتر دنبال کنترل باشی، زندگی آشفته‌تر می‌شود. به بنابراین قدرت واقعی، قدرتی آرام، از یاد گرفتن اینکه به چه چیزهایی اهمیت ندهیم به دست می‌آید. مارک مدت‌ها پیش داستان یک موزیسین راک به نام دیو را تعریف می‌کند. دیو درست قبل از اینکه گروهش به یکی از بزرگترین گروه‌های دنیا تبدیل شود، از گروه اخراج شد. او میتونست از هم بپاشد. او میتونست ناپدید شود. اما به جای این کار، یک گروه دیگر تشکیل داد. گروهی که خودش هم بسیار موفق شد. اما نکته جالب اینجاست. او هرگز احساس موفقیت نکرد. چون هر کنسرت، هر جایزه، هر استادیوم پر از جمعیت، همه را با گروهی که او را رها کرده بود مقایسه می‌کرد. زندگی او تبدیل به سنجش دائمی خودش با داستان شخص دیگری شد و این همون قلب اصلی کتاب است. زندگی تو همون چیزی میشه که با آن خودت را میسنجی. اگر معیار تو مقایسه باشد، بازنده. اگر معیار تو کمالگرایی باشد، بازنده. اگر معیار تو راضی کردن همه باشد، از همان اول بازنده. مارک حرفی ناراحت کننده میزند. همه نمیتوانند فوق‌العاده باشند. همه قرار نیست ثروتمند، مشهور، قدرتمند یا تحسین شده باشند و این یک فاجعه نیست. این آزادی است. چون وقتی آن را بپذیری میتوانی شروع کنی به زندگی کردن همان زندگی که واقعا مال توست. ما در دنیایی با انتخاب‌های بی‌نهایت هم با انرژی محدود زندگی می‌کنیم. هر بلایی میل به چیز دیگری. هر اهمیتی که می‌دهیم بهایی برایمان دارد و بیشتر مردم توجهشان را صرف چیزهایی می‌کنند که هیچ وقت باز نمی‌گردد. از سوال عوض می‌شود از چطور می‌توانم بیشتر اهمیت بدهم به واقعاً چه چیزی ارزش اهمیت دادن دارد. مارک می‌گوید درد اجتناب ناپذیر است، اما رنج کشیدن اختیاری است. زندگی به تو ضربه خواهد زد. چیزایی را خواهد شکست که فکر می‌کردی شکستنی نیستند. آدم‌ها، فرصت‌ها و رویاها را از تو خواهد گرفت. اما این تو هستی که تصمیم میگیری این لحظات چه معنایی داشته باشد. تو هستی که داستانی را که درباره اتفاقات برای خودت تعریف میکنی انتخاب میکنی و اینجاست که مسئولیت وارد میشود. نه مسئولیت آنچه بر سرت میآید، بلکه مسئولیت واکنشت نسبت به آن. تو والدینت رو انتخاب نکردی. تو کودکیت رو انتخاب نکردی. تو نیمی از چیزهایی که دنیایت رو شکل دادن انتخاب نکردی. اما ارزش‌هایی رو که با آنها زندگی می‌کنی خودت انتخاب می‌کنی. و مارک معتقد است که ارزش‌های بد منبع بیشتر بدبختی‌ها هستند. ارزش‌هایی مثل این که همه تو رو دوست داشته باشن، هرگز شکست نخوری، همیشه حق با تو باشد یا همیشه باید احساس خوبی داشته باشی. این ارزش‌ها تله هستند. اونها تو رو به زندگی پر از ترس و خستگی می‌کشانند. پس ارزش‌های خوب چه شکلی دارن؟ صداقت به جای محبوبیت، رشد به جای راحتی، مسئولیت پذیری به جای سرزنش کردن، کنجکاوی به جای ترس، ارتباط به جای تایید گرفتن. ارزش‌های خوب زندگیت رو ساده‌تر، شفاف‌تر و در جای درست سنگین‌تر می‌کنه. در بخشی از کتاب، مارک حقیقت ناراحت کننده‌ای رو توصیف می‌کند. حقیقتی که خیلی‌ها از آن دوری می‌کنند، چون توهم معنا را که دور خودمان ساخته‌ایم به لرزه می‌اندازد. حقیقت این است: تو خاص نیستی و این کاملاً اشکالی ندارد. چون معمولی بودن به این معنا نیست که زندگیت زیبایی ندارد. یعنی زندگیت لازم نیست زیر فشار معجزه بودن باشد. یعنی میتونی دست از تلاش بیهوده برای تحت تاثیر قرار دادن کسانی که هیچ وقت اهمیت نمیدادن برداری. بیشتر رنج‌ها از نپذیرفتن درس‌های معمولی ناشی میشوند. ما از دلشکستگی، از عدم قطعیت، از فقدان، از مسئولیت، از کسالت فرار میکنیم. خودمون را با سرگرمی‌ها بی‌حس میکنیم. وقتی زندگی بیش از حد آرام می شود، خودمان برای خودمان دردسر درست می کنیم. ما لذت مداوم می خواهیم و وقتی لذت عادی شد، باز هم بیشتر می خواهیم. انسان‌ها طوری ساخته نشدن که بدون مبارزه زندگی کنن. هدفی نیست که از درد فرار کنی. هدف این است که دردی را انتخاب کنی که معنا داشته باشد. درد ساختن چیزی، درد انضباط داشتن، درد راست گفتن، درد رها کردن، درد رشد کردن. درد دوست داشتن کسانی که ممکن است به ما آسیب بزنند.
درد آسیب پذیر بودن در دنیایی که به زره پاداش می‌دهد. یه فصل درباره ژاپن و مردی است که همه چیز داشت جز معنا. او تمام عمرش را صرف دنبال کردن موفقیت کرد و وقتی به اوج رسید هیچ احساسی نداشت. پس همه چیز را رها کرد. او از موقعیت، پول و جایگاهش گذشت و دوباره از صفر شروع کرد. مردم فکر می‌کردن دیوانه شده، اما برای اولین بار زندگیش واقعاً مال خودش بود. معنا پشت فداکاری پنهان شده، پشت انتخاب اینکه حاضری برای چه چیزی رنج بکشی، پشت رها کردن توهم کنترل. در داستانی دیگر، مارک درباره رابطه‌ای که در جوانی داشت صحبت می‌کند. اون رابطه پرشور، پرتنش، احساسی و عمیقاً ناپایدار بود، چون هر دو نفر بیش از حد به درست بودن اهمیت میدادن و به واقعی بودن اهمیت کافی نمیدادن. اونا دعوا می‌کردن، عذرخواهی می‌کردن، دوباره دعوا می‌کردن و دوباره عذرخواهی می‌کردن، در چرخه‌ای که هر دو رو کوچکتر می‌کرد، تا اینکه او به چیزی پی برد. عشق با شدت سنجیده نمیشه. عشق با ثبات سنجیده میشه، با تمایل به ماندن وقتی اوضاع هیجان انگیز نیست، با توانایی گفتگوهای سخت، با انتخاب احترام به جای غرور. روابط خوب به مرز نیاز دارن و مرزها یعنی اهمیت ندادن به چیزهای اشتباه. هر بحثی اهمیت ندارد. هر ترسی نیاز به پاسخ نداره. هر ناامنی شایسته توجه نیست. یه فصل درباره مرگ وجود دارد. یکی از دوستان مارک در جوانی فوت کرد و مارک بر آن فقدان چیزی کمیاب را کشف کرد: شفافیت. چون مرگ توهمات را از بین میبرد. مرگ دقیقاً بهتون نشان میده که چه چیزی ارزش اهمیت داره. نه شهرت، نه هیاهو، نه تایید دیگران. بلکه ارتباط، حقیقت، حضور، عشق. کتاب با یک درس آرام به پایان میرسد. زندگی آنقدر کوتاه است که نباید به چیزهایی اهمیت دهی که خستت میکند. نباید دنبال کسانی بروی که نمیبیننتت. نباید تظاهر کنی. نباید طبق سناریوی دیگران زندگی کنی. هدف این نیست که همیشه احساس خوبی داشته باشی. هدف این است که صادقانه زندگی کنی. وزن مشکلات واقعی را بپذیری. عمیقاً دوست بداری حتی وقتی درد دارد. بارها شکست بخوری و باز ادامه بدهی. ارزش‌هایت را انتخاب کنی و بعد از آنها محافظت کنی و آن تعداد محدود اهمیت‌هایت را فقط صرف چیزهایی کنی که به تو زندگی دوباره می‌بخشند. چون در نهایت تو با آنچه می‌خواهی یا آرزو می‌کنی تعریف نمی‌شوی، بلکه با چیزی که حاضر به مبارزه برایش هستی تعریف می‌شوی. و این همان هنر ظریف بی اهمیت شمردن است.